هنرمندان تئاتر موسیقی مضحکوی کانیبادام نمایشنامه قاریشکمبه را بر روسیه بردند. این نمایشنامه تئاتر کانیبادام ولایت سوخت به جشنواره تئاترهای دیدار شمالی به نیژنیورتوفسک دعوت شد. نمایشنامه قاریشکمبه سزاوار جایزه اجرای بهترین عنعنه‌های تئاتر ملی را صاحب شد. با زبان روسی خوب در نیژنیورتوفسک اشتراک کردیم با زبان روسی و مردم رو خیلی پذیرفتند. بعد از فستیوال یعنی سیلور استریچ که در نیژنیورتوفسک برگزار گشت با ما چندین پرودوسران چندین رژیسوران یعنی علاقه پیدا کردند. اونها خواستند که ما در دیگر دولت‌ها نیز اشتراک کنیم. مؤلفان قاریشکمبه میگویند هنرمندان تئاتر کانیبادام آماده‌اند نمایشنامه را با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به بیننده پیشکش کنند. این نمایشنامه از انگشت شمار اثرهای صحنه تئاتری در تاجیکستان است که با 3 زبان روی صحنه میآید. نمایشنامه از روی اثر مرگ صدخوری صدرالدین عینی آفریده شده است که هنوز سال 1936 نوشته شده است. وقتی که نمایش را میبینید هر یک انسان برای خود تصور میکند این کی است. مأموریت تئاترها در تاجیکستان سالهای اخیر از کمبود تماشابین و پایین رفتن ذوق آن شکایت میکنند. اما تئاتر کانیبادام در این میان استثناست. مسئولان این تئاتر میگویند تالارشان اکثر وقت پر از تماشابین است. ما حرکت کردیم برای مردم کار کنیم، برای مثلا نمایشنامه‌ای که برای مردم نزدیک است گذاریم. اول ما خواستیم یعنی аудитории کودکان رو پیش گیریم، یعنی برای کودکان کار کنیم. یعنی می‌خواستیم که یعنی نسل آینده به تئاتر مثلا آینده اینا کلام میشن، می‌خواستیم اینا رو تربیت کنیم و ما آغاز کردیم از نمایشنامه‌های کودکانه که برای کودکان نزدیک است. در مجموع در تاجیکستان 18 تئاتر کسبی و 10 تئاتر خلقی در جماعت و شهرک و ناحیه‌ها فعالیت می‌کنند. منتقدان میگویند حالا در اکثر تئاترها تماشابین کم است و جای نمایشنامه‌های کسبی را در منبرهای پرتماشابین اکثرا رقص و آوازخوانی گرفته است. درباره فروش اجباری بلیط‌ها و آوردن خوانندگان مکتب‌های میانه به تئاترها بارها در رسانه‌ها خبر نشر شده است.